ضرب‌المثل و مقال‌های نپالی. قرض را که گرفتی برگردانیدنش را نیز اندیشه کن. کار بزرگ را با آهستگی انجام ده. به کلبه کمبغل حتی موش هم مهمان نمی شود. اگر خواهش باشد راه پیدا می شود. کوزه را با قطره هم پر کرده می شود. هر کس کوزه آب را باید خودش بالای سر گذارد. شکم پرخور همیشه خالی است. خردمند را یک حرف بس است. در لبان تنبل همیشه بهانه تیار است. روزی می رسد که خانه غارتگران را غارت می کنند. هنوز که کاسه مسین نخریده ای، کاسه سفالینت را مشکن. سخن ناجا تخم جنجال است. به طلای خالص عیار لازم نیست. به انسان خوب زیور.